با پسری که ماشینش پراید باشه وارد رابطه میشین؟ بله 100%. یه فکت خیلی معروف هست که میگه پسری که پراید داره اندازه 10 تا بنزو بی ام و واسش زحمت کشیده و خونه دل خورده. 100% ارزشش برای من خیلی بیشتر از بنزو بی ام است. کسی هم هست با این شرایط باهاش توی رابطه باشین؟ همچین کیسی قبلا باهاش بودم اما سر اینکه بچگی کردم تموم کردیم. میخوام بهتون یه چالش بدم. فرمایید. زنگ بزنین بهش بگین که از اینکه رابطتون رو باش کات کردین پشیمونین. باش ببخشید بعد این همه مدت مزاحمت شدم. ببین من واقعا خیلی بچگی کردم تو اون شرایط وضع مالی بد تو رو ول کردم. خیلی پشیمونم و اینکه دوست داشتم با هم برگردیم. خیلی دلم میخواد برگردم ولی غرورم این اجازه رو نمیده. موقع گفتم پام وایسا موفق میشم. الان دیگه پراید ندارم. بی ام دبل خریدم. من ولی واقعا پشیمون بودم. یادم دیره بهش حسرت چه بکنم. ای بابا بد شد که. من کلا عادت دارم کات میکنم خودم بهش بالو پر میدم و واسه خودم شاخ میشه. نازنین هستم دعانویس. این موضوعی هم که دیدین نمونه کارم. برای اطلاعات بیشتر کلمه نازنین رو کامنت کن.